شخص آقای اسد به صراحت اعلام کرده تا زمانی که من بحران رو در سوریه حلش نکنم، یعنی گره های کور تروریستی که اونجا هستن من اینها رو منکوب و سرکوب نکنم، هرگز به دمشق بر نخواهم گشت. 2 نشست با رایزنی جمهوری اسلامی ایران در دمشق برگزار شد. آقای اسد هم استقبال کرد. اشاره کردن دوستان به تنش مرزی ترکیه و سوریه که مهار شد. در تحولات اردن آقای ایرانی و مهمانان ارجمند امشب من که شرف حضور داشتن به خیلی از مسائل اشاره کردند، اما این زاویه جناب آقای مرحوم حافظ اسد از اول انقلاب همراه نظام ایران بود، نظام جمهوری اسلامی بود و بعد از اون هم آقای بشار اسد همون مشی رو گرفت. سخنگوی منافقین اعلام کرده که اونها در سوریه فعال خواهند شد و در کنار مخالفین در واقع با نیروهای دولتی خواهند جنگید. این برمیگرده که هر جا نظامی مخالف جمهوری اسلامی بوده اونها فعال بودن. بشار برو گم شو، روزهای عمرت به شمار افتاده. تو و داداشت همه مزدورات راهی جز زباله دون تاریخ ندارید. هی بشار اسد هری الهی. ما تو گیج و گریون پاش کازان تو خون گفت بشار به سید علی آقا کمک برسون. حالا تو سوریه قوقاس بشار بدجوری رسواس کارتاشم همه سوخته آفتابش لبه بون. ما تو گیج و گریون پاش کازان